سیاست اقتصادی ایران یا بهتر سیاست نوین اقتصادی ایران ایجاب می نماید که این اطلاعاتی که بنده عنوان یک فرد ایرانی که در تبریز متولد شده، در تهران بزرگ شده و در آلمان ساخته شدم، خدمت ملت شریف و عزیز ایران بنمایم در 3 زبان: پارسی، انگلیسی، آلمانی. ملت شریف ایران، برای ایجاد یک اقتصاد نوین اولین شرط، همانطوری که ما می‌دانیم در ویدیوهای دیگر و در تاریخ اروپا که از سال 1850 به آن عمل شده، ایجاد سکولاریسم است، یعنی مجزا شدن کامل دین از صنعت و اقتصاد. 2، آوردن علوم جدید، فیزیک مدرن، متماتیک، حساب، هندسه مدرن، ریاضیات مدرن، آنالیز. اقتصاد صنعتی، اقتصاد مدرنی که بر اساس برنامه ریزی شده در اختیار ملت گذاشته بشه، با حداقل 5 سال برنامه پیشاپیش که ملت تکلیف خودشونو بدونه. ادب و احترام به ملل دیگر. ما در عرصه بین المللی به عنوان ملت ایران یا دولت ایران هیچ اهمیتی نداریم که اونقدر که بیاییم به همه فحش بدیم، فحاشی بکنیم و از اونها بخوایم که به ما احترام بگذارند. دو ملت‌های بین المللی از ادب و احترام خوششون میاد. ایران قدیم میگوید گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. اگر ما بخواهیم اقتصادمون کار بکنه، باید نزول بهره 16 تا 25-30% از بین ببریم. جناب آقای احمدی نژاد به این موضوع عمل نمودند، شروع نمودند، ولی این کافی نیست، باید بیشتر عمل بنمایند. صنعتگرا باید تکلیف خودشون رو بدونن که از این مملکت چی میخوان. فردا جنس چینی و ژاپنی و پاکستانی و هندی میاد یا اینا میتونن تولید کنن. دولت ایران نباید به علت سیاسی مدافع حقوق چین و ژاپن و هند و پاکستان باشد. این برای 73 میلیون سیاست اقتصادی نیست. سیاست اقتصادی با سیکل‌های کیبرنتیکی، متماتیکی، ریاضی کار میکنه. ما نباید دستاویز تفکراتی باشیم که ما میگوییم در اینجا به ملت دیگه چه کار میکنن. نه، اینطور نیست. اقتصاد و صنعت جهان بر اساس متماتیک، ریاضیات و آنالیز ریاضی ایجاد شده و به کار خودش ادامه داره میده. آمریکا مملکتی است ورشکسته. دقیقاً از آمریکای ورشکسته ما میتونیم استفاده کنیم. آقا ما چه دلیلی داره که به آمریکا فحش بدیم؟ ما مگه چیکاره هستیم؟ ما چیکاره دنیا هستیم که به ابرقدرت دنیا فحش بدیم؟ ما باید ادب احترام بذاریم، بگیم مگه این 1 میلیون ایرانی تو آمریکا مگه زندگی نمی‌کنن؟ مگه پول در نمیارن؟ مگه وضعشون از همه بیشتر بهتر نیست؟ مگه بزرگترین تعداد افراد که از خارج الاصل هستن مال ایرانیان نیست؟ پس به این ملت ما باید احترام بذاریم، به این دولت ما باید احترام بذاریم. ما میتونیم ایرانی‌ها رو با مغز آیتی بفرستیم اونجا، مغزها رو بریم علم بیاموزن، بریم دانش بیاموزیم، بیاریم ایران. پس اولین چیزی که ما باید بکنیم ادب احترامه. دومین چیز
برنامه تدوین شده دولت جمهوری اسلامی ایران از بعد ورود چون بیدانش بوده است، هیچ نوع برنامه تدوین ننموده است که اقتصاد و صنعت و غیر ذالکش خودش رو اداره کنه. این مسئله است که دولت برای مستضعفا درست کرد. اونایی که پول دارن، به حد کافی پول دارن، میرن خونه میسازن، برج میسازن، قیمت 2 برابر، 3 برابر، 10 برابر میفروشن. وقتی شاه رفت در خیابان وزرا 1 متر مربع خونه درجه 1 بود 6000 تا 1 تومانی. حالا شده همون خونه تو بازارها 25 میلیون تومان. این آدم عقل داره، منطق داره. بین 25 میلیون تومان و 6000 6500 تومان خیلی فرق هست. این چه اقتصادی است؟ پای اون اولین پایش اینه که ما با ملل دیگه باید کار کنیم، ما باید صادرات کنیم، ما باید وارداتمون رو کم بکنیم، ما باید بیایم تفاهم داشته باشیم. ما به هیچ وجه من الوجوه قادر و قابلتر از آدولف هیتلر که نیستیم. آدولف هیتلر خوابوندن اسلامی. آقای احمدی نژاد، تو خیلی کوچکتر از اینی. تو از آدولف هیتلر هیچ 1 میلی اگر آدولف هیتلر رو بگیریم 1000، شما 1 هم نمیشی. یعنی 1/1000 قدرت آدولف هیتلر شما نداری. قدرت صنعتی، اقتصادی، فنی و غیر ذالک آدولف هیتلر شما نداره که. آلمانیا پشت اون بودن، کسی پشت شما نیست. 1 میلیون آدم حالا باشن یا نباشن، کارهای شما رو همه آقای رفسنجانی، جناب آقای رفسنجانی که اصلش بهرمانی، من نمیفهمم چرا این آقا اسم حقیقیش نمیگه. ایشون داره اداره میکنه، باید به ایشون بگه آقا برو کنار، بذار من دارم حکومت میکنم، تو کاری نیستی، برو کنار. پولاتم بردی، یه پس بده. اون جرأت شما باید داشته باشی. پولات پس بده، میخوایم با اون دبیرستان‌ها رو درست کنیم، دانشگاه رو درست کنیم. هایوی 7 کانادا نباید درست بشه، فروشگاه کانادا نباید درست بشه با اون پولا. مزد از افایی که اومدن انقلاب کردن، کشته دادن، مردن برای جمهوری اسلامی، اونا باید استفاده کنن. اقتصاد بر اساس 3 گردونه اداره میشه تا تمام دنیا. من انسان که احترام انسان رو شما از بین بردید، حقوق کارگرا رو، مستضعفا رو شما از بین بردید. مستضعفتر شده. در این ما بحث نکنیم. بهتر رقم عدد من میگم، اگر مخالف هستید ببرید شما رو اینترنت. درآمد 1 دونه کارگر زمان که شاه 64 بود، 64 تکرار میکنم، 1964 بود، 6 تا تک تومانی، چراکه بود 18 ریال. وقتی که شاه رفت، همون کارگر در میاد 1500 تا تک تومانی، چراکه ها هم بود 25. شما همون کارگر رو حقوقش کردید، حالا فرض کن 250,000 تومان، بیشتر که نیست، به هیچ وجه بیشتر. ما میگیم 300,000 تومان، چراکه ها هست 30,000 تومان. اون کرایه خودش اصلا نمیتونه بده. این بدبخت کار نیست اصلا واسه 300,000 تومان در ماه، کار نیست واسه کارگر، کار نیست. شما کار ایجاد نکردید. ببینید یه راه ساده من به شما میگم، یه راه بکشید از بندر ترکمن به بندر عباس. اونجا شما حداقل 5 میلیون نفر میبره زیر کار. یه کانال بزنید از خلیج فارس توی مرکز ایران، وضع ایران رو عوض کنید، از نظر اقلیمی کشت و زر بفرمایید، یه مقدار دقت بفرمایید که ما مراتعمون به مقدار درصد جمعیتمون نرفته بالا. مهمترین اهم و المهم اصلا شما کارخونه درست نکن، کارخونه های موجود به کار بنداز. این 3 تا عامله. من مانی ماتریال، من این انسان باید اول به اون برسی که اون بفهمه سرش کلا نذاشتیم، انقلاب علکی نکردیم. یک مانی باید تکلیف پول مشخص بشه. شما نمیتونی یه بار بکنی 5%، یه 8%، یه 30%. این درصدش باید مشخص بشه. دولت جمهوری اسلامی
شما قدم‌های قشنگی رو برداشتید ادامه بدید. ماتریال و ماشین اینها باید در ایران بر اساس تکنولوژی مدرن پیشرفته دیزاین بشه، درست بشه. ما ماشین سازیمون درست نیست، اقتصادمون درست نیست، ما 5 تا 10% درآمدمون از نفت نباید بره به بیروت و به لبنان و به مملکت یاسی عربات آدم کش. اونی باید بیاریم تو مملکت خودمون کار کنیم. آقا ما عرب نیستیم، آقا والله به خدا ما عرب نیستیم، ما ایرانی هستیم. عرب هم همواره دشمن ما بودن، عرب ها همواره دشمن ما بودن. حالا هم دارن یه جنگ آماده میکنه عربستان و سعودی با عربای دیگه ضد ما. بیایم بذاریم ملت ایران زندگیشونو بکنن. شما با عربا چیکار دارین آقا؟ این ایرانی‌ها نون شبشون نمیتونن بخورن، شما میرین پول میدی به عربا. این کجا همچی اقتصادی وجود داره که شما 5 میلیارد 6 میلیارد ببرید به سوریه آقای بشار اسد شانس نداره که روی یه دونه اسب بازنده شما میدی پول میذاری. این کار جور در نمیاد. 6 میلیارد بده من در 10 استان تو میبرم دانشگاه درجه 1 میذارم. دانش بیارید، با دانش گردونه اقتصاد مشخص تعریف شده پولی، گردونه صنعتی و رفاه کارگران، رفاه مستضعفین، ایران درست میشه. از شما خواهش میکنم اینقدر شلوغ نفرمایید، به ملت و دولت‌های دیگه نتازید، ادب احترام اونا رو نگه دارید تا اونا هم ادب احترام خود شما رو نگه دارن. ایرانی‌ها فهمیدن شما چیکار هستید. جمهوری اسلامی فهمیده شده. یعنی اگر کسی نفهمیده رهبر جمهوری اسلامیه که اونم انشالله به زودی خواهد فهمید. این انقلاب به نفع دول انگلیس، روس، بالاخص حالا چین، حالا آلمان هم هست توش، آمریکا هم هست. ما گازمون رو چرا مجانی میدیم از طریق قطر به انگلستان؟ این به کدوم اجازه شما این گاز مجانی میدید؟ گاز مال ماست. نفت ایران، گاز ایران به چه اجازه میدید در شمال در بحر خزر به روسا؟ این مال ماست. یعنی بذارید ملت ایران استفاده کنن. یادتون باشه که رضا شاه رو به چه روزی انداختن بیرون؟ مثل یک دونه عذر میخوام، معذرت میخوام، مرد به این شرافت مندی رو که اینقدر زحمت ایماری کشیده بود مثل یه زباله انداختن بیرون. شما رو نذارید بیرون اونطوری بکنن. شما دوستی ندارید، شما ایران سازی نکردید، شما تخریب کردید ایران رو. اگه اینا بیان یه همچی وضعی مثل زمان رضا شاه کبیر، خدا اون رحمتش کنه، غنی پیش بیاد، کسی دیگه پشت شما نخواهد بود. اگه انگلیسی‌ها به اون رسیدن به شما هم خواهند رسید، اگه روسا به اون رسیدن به شما هم خواهند رسید. بذارید ملت برن پشت شما، ملت بکنید پشتوانه خودتون. به امید سرافرازی دولت و ملت ایران، اگر اینها با هم کار کنند و سکولاریسم به وجود بیاد.